بعد مراسم ودا با معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری گزارش ویژه تلویزیون دولتی تاجیکستان از خاکسپاری جسد علیشیر میرزاناباد رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان او را روز 30 ایون در زادگاهش دهی شیدزی ناحیه روشان دفن کردند. مقامات گفتند پیکر او پس از 2 هفته جستجو از ساحل رود 5 در ناحیه شمس‌الدین شاهین یافت شد. امروز جسد مرحوم رئیس ولایت از رودخانه 5 بیرون برآورده شده. علیشیر میرزاناباد با همسر و دختر خردسالش و راننده و یاورش روز 17 ایون در رود 5 غرق شده بودند. جسد یاور و راننده‌اش را روز 25-26 ایون پیدا کرده بودند. نجات بخشان کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان هنوز جسد امینه امان‌الله و همسر علیشیر میرزاناباد و دختری 2 سالش عارفه را جستجو دارند. رقم قید دولتیش 278 تیجی هم خیومگه 3 تا استالبر از اگه راست همی خیومگه بعدرونی دریا. سبب بر رود 5 غرق شدن ماشین خدمتی علیشیر میرزاناباد را وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سرعت بلند و از عهده اداره واسطه نقلیات برآمدن راننده سینا مبارک شایف نامیده بود. از خدمت‌های شایان تحسین علیشیر میرزاناباد در جلسه حکومت تاجیکستان روز 30 ایون به پاس خاطر او دقیقه خاموشی اعلان کردند. قبلا رئیس جمهور امام علی رحمان علیشیر میرزاناباد را شخصی نامیده بود که وظیفه های خدمتی خود را همیشه صادقانه و با مسئولیت بلند اجرا میکرد. قبلا آمادگی پوره جنگی گرفته. بعضی از ساکنان در ولایت مختار کوهستان بدخشان او را در سرکوب ده‌ها فعال یا مردم ناراضی متهم می‌دانند. آنها بر این نظرند که علیشیر میرزاناباد سال 2022 به حکومت مرکزی شرایط فراهم آورده است تا فعالان و ناراضیان را در منطقه بی‌رحمانه سرکوب کنند. علیشیر میرزاناباد 46 سال داشت و سال 2021 رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان بود. پیش از آن در حکومت شهر خارق و کمیته دولتی امنیت ملی کار کرده است.